дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 22. شما اسلحه جنگ را میگویید دکتر؟ پرسید دیگری. هم آن را هم بعضی چیزهای دیگر را، مثلا شراب و افیون را. هر کس میداند که ضرر دارد. به عوض چند لحظه سیر کردن عالم خیالات و استعمالش رضا می شود. خصوصا افیون را میگویم که نوعهای هلاکت آور دارد. مصاحبان رضامندانه سر جنبانیدند. از بیابان دیگر همچون از تنوری تفسان هوری آتشین برمیخواست. حرکت حاجیان در راههای بین کوه عرفات و وادی خیمه‌زار سیرکتر گردید. اکنون بیشتر سیاره های یاری تعجیلی دو تاز می کردند. از شوقون دلخراشی سیرینی آنها کسی اقلاً یک دم پینک رفته نمی توانست. قریبی بیگاهی فهمیدم که دو تاز آنها با وظیفه اصلیشان ذره مناسبت نداشته است. سیاره های یاری تعجیلی خدمت تاکسی را به جا آورده پولکار می کردند. معلم یمنی دعای عرفات را به ما بار سوم تکرار کنانیده به حرمش در آمد. پاهای خود را به هر طرف یازانیده از بس که دیوار خیمه تکیه‌گاه شدن نمی تواند به پشت عرقشاری هم دیگر تکیه کرده می نشستیم. نفسکشی اکثری ما به نفسگیری مرغانی تشنه‌لبی در آفتاب دق از حال رفته شباهت داشت. گدای از درآمدگاه خیمه سرخلانیده به زبان عربی دعای دور و دراز کرد و صدقه پرسید. اسرافیل تنگه داد. معلم یمنی از پس پردهش دست برآورده 2 دانه بنیان داد. از سحر این جانب تخمین 60-70 نفر گدا آمده بود. صدقه می گرفت و می رفت. این ذات باشد تا دمی که همه یک چیز صدقه نکردند وضعیت خود را تغییر نداده و با نوبت به هر کدام ما چشمی طلب دوخته می ایستاد. به من که 2 کروش داده اکنون خاطر جمعانه سیگاریت می کشیدم اشاره نمود که به اون نیز سیگاریت بدهم. دیکک نشسته سیگاریت را آتش گیرانید و یک قلاب دود راست بروی همسفران من پوف کرده چیزی گفت. ما نفهمیدیم. سوالش را تکرار نمود. معلم یمنی از پس پرده جواب گردانید و من از بین یک جمله فقط کلمه روسیه را فهمیدم. گدا چون جوابی معلم یمنی بشنید با غضب از جا برخاسته نفرت آلود به سوی ما دامن افشانید. ما دهانهای خود را یله کرده ماندیم. روسیه؟ ریشخند آمیز گفت گدا همه ما را با دست نشان داده. روسیه خطاب کرد اسرافیل هم به ادعا به او رو آورده. روسیه تکرار نمود گدا و به خود قیافه ترشی حذر آمیزی گرفته سیگاریت را به هوا برداشته به زمین زد و با حرکت عصبانی پایها آن را لگدمال نمود. گم شو! فریاد کشید اسرافیل در حالتی که از هیجان می لرزید. دفع شوی در! متولی مسجدها
دشنا می داد که از دهان او شنیدن چنین حقارتی 4 آشیانه پردازناک را هرگز چشم نداشتم. گدا تمسخرآمیز خندید و به دوغ دیرنگ اسرافیل اعتبار نداده با ایما و اشاره تصویر نمود که روسیه یک چیز جنگجوی است و ملتق در دست دارد و به هر طرف تیر می اندازد. روسیه می گفت و پخ پخ پخ، روسیه گنده. احمق، گفت با او اسرافیل و گویا با وی گدا نیو ما بحث کرده باشیم و ما روی آورده داد گفت روسیه تکیهگاه صلح، روسیه وطن برادری و برابری است. در این اثنا معلم یمنی از حرمش برآمده گدا را به بیرون تله داده برآورد و از پسش یک لگد فراورد. گدای تجاوزکار به مابین میخها و طناب‌های بسیار دراز کشیده به زودی به پا خیستن نتوانست. برادران زین کشک که فریاد اسرافیل و گدا را شنیده آمده بودند او را زده زده پیش کردند. پس از فرصت کوشک میانه سید عبدالله به خیمه ما در آمده به زبان ویران ترکیش گفت که چرا با دیوانه بحث میکنیم؟ بو کشی ناقص العقل می گفت او. بو دیوانه بزلی که محلنده بلسز ما؟ چند دقیقه در خاموشی گذشت. اسرافیل همچنان سخت نفس می گرفت. اضطرابش هنوز پسنده نشده بود. ناگاه خنده هم گرفت. از بس که بلند خندیدن ممکن نبود سر به دامان احرام پیچانیده نفس گردان شده می خندیدم. چی می خندی؟ به سرم نعره کشید اسرافیل. میمون پسش را به تو تماشا داد. های دریغا، گفتم. جوره من در مملکت بیگانه یک بار بحث شد، معلوم شد که مصاحبش جنی بوده است. اسرافیل هم از غضب فرامده خندید. طبیبی لنگ. بعد نماز عصر رادیو خاموش شد. صاحب خانه ها به خیمگونداری، حاجیان به ترددی راه افتادند. ما اکنون تا کوه مزدلیفه پیاده رفته شب را در آنجا خواهیم گذرانید. نیم ساعت با حضرت نریمان کشاکش کرده عاقبت ایشان را راضی کنانیدیم که همراه صاحب خانه ماشین سوار بیروند. جنابان گفتن حضرت قامتی بلندی خود را راست گرفته و موی لب‌هایشان را تاب داده. جنابان محترم، من برای پیاده رفتن و صاحب ثوابی عظیم گردیدن شکر الله را قوت کافی دارم. نه نگویید دارم، لیکن میبینم که تکلیف جناب دکتر از خیر خواهی و نکوکاری است. بنابراین جنابان قبول میکنم. نه نگویید قبول میکنم. هر سه راه اسفالت پوشی به هم متوازی ساخته شده از قطار ماشین ها و قطعه های بین راه ها از حاجیان پیاده و قرو اشتر سوار پر بود، ولی کسی حرکت نمی کرد. به ما شرح دادند که سر قافله را سربازان نگاه داشته ایستادند. همین که وقت و ساعت یورش مبارک در رسید
توپها برابر تیر خالی کرده شلیک می‌دهند. آنگاه قافله به حرکت خواهد آمد. به سر راه برآمده از دنبال یک گروه حاجیان هندی سیما قرار گرفتیم. اسرافیل همه را غم کرده شمارید و اعلان کرد که یک کس نمی رسد. یکی از قاری های پیرمان گم شده بود. جای ملاقات را تعیین کرده مدت به هر سو پراکنده شده قاری مشرف را جستجو کردیم. در ازدحام صدها هزار حاجیانی که همه سرولوچند و یک لباس پوشیده اند، کسی گم شده را یافتن آسان نبوده است. اما پیرمرد یافت شد. بیچاره از مل استحصال کردن کباب امروزه به درد شکم گرفتار شده است. همدیار من ملا تیشبای او را از پس یک بچکه پرتاو زنگ زده یافته آورد. به درد شکم واقعا نصف گروه گرفتار شده و بنده هر زمان سمکه را کشاده به خواهشمندان سینتامیتسین و فتلازول تقسیم می کردم. یا صدای توپ در این ولوله به گوش ایمان نرسید یا توپچیان کایها راهی مزدلیفه را پیش گرفته بودند. به هر حال صدای شلیک را نشونیده اشاره به حرکت دادند. قاریکه دست برداشته دعا کردند: الها نامه عمل ما را قبول فرمایی. پروردگارا در قطار صدیقان شهیدان آخرت ما را نیز آباد کن. آمین. الله اکبر. شوری بود که وادی عرفات برپا شد. همه سیاره ها به زم غراس گوشکر کننده موتورهایشان با تمام قوت گداگ می زدند. همه خر و اشتر سواران در طلب راه فریاد می کشیدند. در وادی عرفات فهمیدم که میلیون نفر آدم اینقدر بسیار می شده است. ابر سیاهی چنگ و غبار بیابانی ریگستان در یک زوم روی آسمان را پوشانید. صفحه آسمان به درجه پوشیده شد که در کدامین طرف بودن آفتاب را حتی تخمینی پی بردن هم مشکل بود. احتمال در این مسابقه دیوانوار سیاره ها، سوارها و پیاده ها یگان جهت ثواب بودگی است. خیال میکردم خود به خود، وگرنه این مسافه را آرامتر هم طی کردن ممکن کو. نه راننده از پخش کردن پیرمردان ناتوان اندیشه ای داشت و نه پیاده هراسان از خوف چلپک شدن در زیر چرخهای گران اتومبیل. بچه های خردسال در پشت مادرهاشان، مادران از پس شوهران خود از کنار راه ها، از ریگزار بین راه ها افتان و خیزان می دویدن. خرها، استرهای زنگوله داری جول و پالان هاشان حاشیه‌ناک از این هنگامه و داردار مست شده، کفک از دهان پاشیده، لک لک کنان و چارخیزگیران می تاختند. خصوصا اتوبوس های دبنگ و اتومبیل های کلان کلان بارکش ترکیه با غوریش و ترقاسی بلند و با شست زیاد گذشته می رفتند. به بام اتوبوس پهلوهای سیاره های بارکش از 3، 4 تا 7 هشتاگی بچکه های آهن آب و بنزین بسته بودند. و پیش و پس اکثر اتوبوس های ترکیه با حرف های لاتینی و عربی رئیس آغلو نوشته ماندند. یقین جناب رئیس آغلو در اینجا صاحب یگان شرکت کلان نقلیات بوده است. از بالای ریگ از بین بوته های یفشان و ینتاق قدم ماندن دشوار است. بنابراین اسرافیل هر زمان به کنار راه می براید و من او را از بیراهه پس می کشم. جورا جان، از نقطه نظر طب به تگ پای اشتر ماندن اولادتر است نظر به طعمه چرخ اتومبیل شدن.
هرچند که автомобیل مال آقای عالی نسبی رئیس آغلوست. راست میگویی حاجی، به خانه زنده برگشتن از همه افضلتر است. هوا تاریک شد. آسمان از پس پرده غفصی غبار همچنان به نظر نمی نمود. به دره رسیدیم و همه سواره ها پیاده شدند و در صحرای تاریک پراکنده گردیدند. به ما نیز گفتند که برای مراسم فرداینه سنگچه بچینیم. در مینای مبارک 3 هیکل شیطان لعین است. از روی قانون حج حاجیان از همین دره هر کدام 63 دانگی سنگچه چیده در دوام 3 روزی در مینا بودنشان با آن سنگچه ها به سر ابلیس میکوبند. در تاریکی زمین را پلماس کنان سنگچه میچیدم که صدای اسکندر به گوشم رسید. آی دکتر خدمت نشان داده، اجازت ده از شما یک چیز بپرسم. مرحمت. ای گوشه‌نشین خانه های تاریکی رنگین، ای دانشمندی بی‌نظیر استخوان ها و ای تحقیقاتچی بزرگی سنگی مثانه و سنگچه جگرها، مرحمت بپرس. لطفاً بگویید که در این تاریکی چرا با بینی مبارکی خود به زمین خط میکشید؟ خط نکشیدم عالم ارجمند، زمین را پلماس میکنم. کمینه باید از این سنگلاخ 63 سنگچه بچینم تا که پگاه فردا و پس فردا آن را به سر شیطانی ملعون بزنم. پس چرا سستی میکنی؟ مگر از این زمین سیرسنگ یک کف سنگچه برداشتن اینقدر دشوار است؟ ای دانشمندی صاحب استعدادی قبرغه ها، چند روز است که کمینه دقت شما را به نازکی های پروسس حج جلب می کنم. معلوم می شود که مهنتی بنده بر عبث می رود. امیدوارم که گناه کمینه را ببخشید. نام بلندی حاجی اگر سهو نکنم شما را میم بعد با آمرزش کوتاهی های آدمان خصوصا رفیقانتان از پیشینه بیشتر عهده‌دار می کند. چی لاج؟ بخشیدم. پس دانسته باشید که به مراسم مبارک سنگ پرتایی به شیطان نه هر گونه سنگ مناسب است. مجتهدان یعنی ذکاوتمندترین علمای اسلام این چونین عزیزان و اولیاهای معتبر گذشته و حاضره فرمودند که سنگچه نباید از نخود خردتر و از دانک خرما کلانتر باشد. بنابر این کاری که حالا کمی نمی کنم احتیاط و دقیق کاری فوق العاده را طلب می کند. شاد باشید. به کارتان برار می خواهم. اگر امکان باشد از نام رفیق دور افتاده تان نیز یک چند سنگچه علاوگی بگیرید و فردا به فرق سری فتنه‌کار ابلیس بزنید که ناراحتی های بنده از وسوسه های اوست. آسوده باشید. اگر خواهید همه 63 دانه سنگ را برای انتقام شما به کله ابلیس خواهم زد. متشکرم. بار دیگر اعتقاد حاصل می کنم که تخم آدمانی نکوکار هم در روی عالم خیلی پهن شده بوده است. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 22